سلام بابا، سلام ماما، سلام داداش. خوبی؟ جاتون خیلی خالیه. داداشی؟ پسرتم که خدمتشو تموم کردش، جات خالی بود. گفتم بیام سر خاکت یه فاتحه بفرستم، بگم پسرت هم داره بزرگ شدش دیگه. انشالله فردا پس فردا هم عروسی میکنه. خیلی جات خالی داداش، خیلی زود رفتی. حالا مامان و بابا چطورن؟ آبجی چطورن؟ دور هم جمع شدید، داری نیام کنید ما رو. خیلی دوستتون دارم.